داغدار شدن فرزانه ناز. ناله های فرزانه ناز در فراق مادرش. فرزانه ناز در کشور دبی اکنون در حالت بدی در شفاخانه بستری است و پست های غمگین فرزانه ناز در صفحات مجازیش. این ویدیو پیرامون این موضوعات خواهم پرداخت، پس در ادامه با من باشید. سلام، شما را خوش آمدید میگم به یکی دیگر از ویدیوهای جذاب کانال دنیا اینفو. برای دوست شدن با کانال من علامت سابسکرایب را فشار دهید تا از ویدیوهای دیگر کانال دنیا اینفو هم آگاه شوید. فرزانه ناز هنرمند موفق که اکنون یکی از سلبریتی های مشهور در تیک تاک می باشد، روز قبل مادر عزیزش را در کشور ایران از دست داده است. فرزانه ناز هنرمندی خوب، جوان و تازه کار کشور است، ولی نه چندان گفت تازه کار، چون که کارهای هنری خود را یک دهه قبل آغاز کرد. وی در ابتدا خوب می درخشید، اما رفته رفته از کارهای هنری خود دست بردار شد و مصروف صفحات مجازیش از جمله تیک تاک شد. فرزانه ناز در فراق از دست دادن مادرش در صفحه اینستاگرامش چنین نوشته است: فرشته زیر خاک، این باورم نیست که دیگر سایه او بر سرم نیست. نمیبینم به غیر از غصه و غم به دنیایی که در آن مادرم نیست. ای کاش یک بار میدیدم روی مقبولت را مادر جان. روحت شاد و یادت گرامی باد. این همه در حالی است که فرزانه ناز در برنامه قاب گفتگو در افغانستان با حفیظ محمدی مصاحبه هایی داشت و در این برنامه بیان کرده است که مادرش وی را حاق کرده است. فرزانه ناز اکنون در کشور دبی در حالت بدی در شفاخانه بستری است. این همه در حالی است که فرزانه ناز میخواست برای مراسم خاکسپاری مادرش به ایران بیاید، اما برادرانش اجازه این کار را برای فرزانه ناز ندادند. من هم از بارگاه عزت منان صبر جمیل برای فرزانه ناز و بهشت برین برای مادرش خواهانم. دوستان نهایت عزیز، شما هم پیام هایتان را در بخش کامنت با من شریک بسازید. این ویدیو را با دوستان و طرفداران فرزانه ناز به اشتراک بگذارید. اگر تا هنوز دوست کانال من نشدید، پس برای حمایت از من علامت سابسکرایب را فشار دهید تا از ویدیوهای دیگر کانال من هم آگاه شوید. سلامتی شما نازنینان آرزوی من است. تا درود دیگر، بدرود.